داروهای دیگه که ما داریم داروهایی هستن که در واقع میان روی کوچک کردن پروستات تاثیر میذارن به مرور. حسن این داروها پس این هستش که در واقع پروستات رو کوچیک میکنن، یعنی مثل داروی قبلی آلفا بلاکرها نیستن که تا زمانی که شما بخوری خوب ادرار میکنید، نخورید دو مرتبه ادرار بد بیاد. اینا اگر اثر بکنن یه اثر ماندگار دارن، پروستات رو میتونن کوچیک بکنن، مثل فیناستراید یا دوداستراید که در واقع این دوداستراید هم تو ایران نبود، جدیدن چند ماهی وارد در واقع لیست دارویی را شده. خب این داروها در واقع چیکار میکنن؟ میدونیم که بزرگی پروستات به علت هورمون‌های جنسی، هورمون آندروژن اتفاق میفته. اینا آنتی آندروژن، ضد هورمون مردانه هستن. میان پروستات به مرور ظرف 3 تا 6 ماه ممکن است پروستات رو کوچیک کنن. چرا میگیم ممکن است؟ به خاطر اینکه اینا میان بافت غددی پروستات جمع جور میکنن، روی بافت عضلانی پروستات تاثیر نمیتونن بذارن. پس ما این دارو رو برای مریض شروع میکنیم، 3 تا 6 ماه بعد سونوگرافی مجددا میدیم ببینیم که آیا تاثیر داشته یا نداشته. حسن این دارو خب عرض کردیم پروستات رو کوچیک میکنن. مریضی مثلا بعد از 3 تا 6 ماه مریضی پروستاتش 100 گرم بوده میاد با یه پروستات 40 گرمی 50 گرمی، خب خیلی خوبه. بعدیش چون آنتی آندروژن هستن باعث کاهش میل جنسی و در واقع کاهش حجم مایع منی میشن. مریضی که داره این دارو مصرف میکنه به هیچ وجه بچه دار نباید بشه. یه خانم در واقع باردار حتی به این دارو دست هم نباید بزنن چون جذب پوستی داره.